سوال دیگه از دوستای ما است که یکی از برادرای ما میگه که استاد نصیحت برای برادر از کشور تاجیکستان برای من نصیحت بکنید. برادر عزیز، امروز در این درسی که من خدمتتان گفتم درباره رمضان، همین نصیحت از بازم براتون میگم. برادر عزیز، نصیحت چی هست؟ نصیحت این هست که اول شما ارکان کلمه لا اله الا الله را خوب یاد بگیرید. یک نصیحت است. شروط کلمه لا اله الا الله را یاد بگیرید و تعهدات کلمه لا اله الا الله را یاد بگیرید. وقتی که همین سه چیز خوب یاد گرفتین و در مغزتان جا نشین شد که لا اله نفی معبودان باطل چه قسم میشه، نفی طواغیت چه قسم میشه، طواغیت چند قسم هستن و این طواغیت چه قسم نفی باید بکنیم و اثبات الوهیت و اثبات حکم برای الا الله برای الله بکنیم و محمد رسول الله، این رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول بکنیم و 7 شرط کلمه لا اله الا الله را با وجود خود را تطبیق بکنیم. ان شاء الله تعالی یک نصیحت. از دوم نصیحت است که دوست عزیز، برادر محترم، فکرتان باشه که شما تاجیک ها که هستین در طول زیاد وقت چی بوده در این مملکت شما؟ اول روسا و مثلا سیوزنا میگفتن، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود، شما او را سیوزنا میگفتین. اینا که اصلا بسیار فشار داشتن و مردم تاجیکستان را نمیگذاشتن و تا امروز مشکلات در کشور شما هست. اونجا درباری ها بسیار زیاد است که حتی پشت ما را هم گرفتن. یگان دفعه نامای ما را میگیره که یا استاد عبدالظاهر دایی نام داره. شما کوشش بکنید. نصیحت ما برای شما این است که برادر محترم، انما المؤمنون اخوتون، ما و شما برادر یکی دیگه هستیم و انی احبکم فی الله. شما تاجیک ها را به خاطر الله دوست دارم. اینال شما کوشش بکنید که تعصبات قومی را که مطرح میکنن، قوم پرستا زبانی را مطرح میکنن، زبان پرستا سیاسی و مذهبی و اینیا را به یا مبتلا نشین، چرا بزرگترین فتنه ها اینا هستن. سوم نصیحتی است که تحت تاثیر جنگ فکری نرین. جنگ فکری چه قسم است که یک تعداد از ملاهای درباری چرب زبان یا یک تعداد فیسبوکی ها و یک تعداد اینمی چی میگن دمی چیزا که هستن تیک تاکی ها، اینی تیک تاکی ها که هستن یا به شکل از اشکال شما را میخواین که گمراه بسازن، به ضد مجاهدین یا هستن، به ضد جهاد اینا هستن، به ضد اسلام اینا هستن، غلام و نوکری اینا میکنن. کوشش کنین که تحت تاثیر جنگ فکری نرین. چه قسم میشناسین یارا؟ گپ های 5 سال پیش شام بشنو از هر کس، 5 سال پیش شام بشنو آلش هم بشنو. اگه گپ 5 سال پیشش کارکت گپ های آلش یک قسم بود، معلوم میشه که این مسلمان خوب است. اگر امایی که دید که نه پاچا تبدیل شد، گپ از هم تبدیل شد، رئیس جمهور تبدیل شد، گپ از هم تبدیل شد، این چی میکنن؟ لحظه به لحظه تبدیل شده میره و تغییر شده میره و به نفع از این که چی است. یا حزب پرست است، حزبش تبدیل شد، یا قوم پرست است، قومش تا وقتی که قومش مثلا در قدرت بود، این دیگه بسیار اگر کافر بود، اگر بیدین بود، بسیار رو تایید میکنن. اگر باز قومش نبود، باز او را رد میکنن. این از این چیزا خدا از درباری و از رسانه های بیدین و از کسایی که گمراه هستن، اگرچه زبانشان بسیار شیرین است، خب قلبایشان از زارم بدتر است. دیگه برادر چهارمی نصیحت مایی از برادر عزیز، شما از او عالم، از او استاد، از او دعوتگر تعصب نکنین که فلان یکی اختیار کنین خلاص بگین امید خوش دارم. نه، گپ هر عالم، هر دعوتگر و هر کسی که با قرآن و سنت موافق باشه این قبول بکنین. اگر گپش مخالف قرآن و سنت بود رد بکنین، هر کس باشه. تو نگوین که والا من این استاد دایی را خوش دارم هر چی که گفت. نه، گپ استاد دایی را با قرآن و سنت مقایسه بکن. دیدی که با قرآن و سنت برابر از خوب نبود، گپ مرا در دیوال بزن، سپر، هیچ گپ اعتبار ندارن. جزاکم الله خیرا.